وقتی که من حاضر هیچی نمیفهمم. من روزی که برادرم از دنیا برفتن من فهمیدم، کمتر شنوایم، کمتر میفهمیدم، هوایم گم شد. یگون کلمه گپ من نمیفهمم. دو آدم گپ کردشنن من دقت میشم. من به خودم تصمیم گرفتم که من فقط اکن کتاب میخوانم، از درگاه الهی امید میکنم. خدا جان به التماس میکنم که خدا جان چشمای من کور نکند که من از کتاب خانه نمونم. برای هوای من فقط حدیث های پیغمبر قدیمش کن. برای هوای ممکن همین تنهای من و همین حدیث ها به تکیه کردنهای من درگاه الهی به قبول شده باشد که از این حادثی که 3 روز 4 روز باز مبین الهی من پیدا شده است، من خودم حیران مانده که من با اونهایی که برای من یک تیغ خراجات میکنم، برای کتابی من یک تیغ خراجات میکنم، من از دنیا همه این دنیایشون طلب میکنم و هم آخرتشون او باشد. پدر و مادرشون خدا نگهبان باشد، آیلاشون خدا نگه دارد. یک تنگی که برای من خراجات میکنم، فرد و آخرت و از سر پل صراط چون برق گذرم. رحمت برای آمدنتان داده روید تو دنیا برای من میسوزم. دوستان عزیز، همدیاران گرامی، قبلا ما آیید وضع ناگوار، وضع بد سلامتی رازق و موجوده همدیارمان یعنی زاده دهه بسمنده گزارش آماده کردیم و آن را در یوتیوب کانال جای دادیم. البته خوشحال هستیم که امروز برای طبابت این زن درمانده همدیاران ما بی‌طرف نبودند. زندگی این زن هر یکی ما را البته نگران میکند، چون که در دوام 7 سال بار 3 جراحی می شود. جراحی البته پول و خراجات زیاد را تقاضا میکند. در نوار قبلی آنچه که گفتیم فکر میکنم نیاز به تکرار نیست، اما بعد این گزارش شکرانه که بعضی از فرزندان با آر و ناموس، سخاوتمند و خدا ترس دیار بسمنده عهد کردند هم از مهاجرت هم از داخل وطن برای این عائله کمک مالی رسانند و ما عزم کردیم سر این مسئله، سر این موضوع دوباره برگردیم. دوستان عزیز، 2 روز پس ماه مبارک رمضان است و باور دارم امروز مسلمانان ما، همدیاران ما برای کمک به این عائله بی‌طرف نیستند. دوستان عزیز، رقم هایی که در اکران خود میبینید این رقم های دوشنبه سیتی و سیبربانک است که میتوانید طریق این 2 نشانه کمک خود را شخصا به دست پاچایف نصرالله یعنی همسر موجوده رازق و ارسال کنید. خیش تبار حق همسایا دستگیری کرد سازم من 3 سال 4 سال بود. من منت دارم از بیان با آنهایی که دستگیری میکنن، من از بیان منت داری کلا. آن سخنانی که امروز در نوار میبینید از زبان پاچایف نصرالله یعنی همسر این زن بیمار که با اشک 6 قطار گپ میزند. البته زندگی اگر مرد را تا مجبور نسازد اشک مرد هیچگاه نمیریزد، اما چخیلی که در نوار دیده ایستادید امروز باری گران زندگی این عائله را اشک 6 قطار با آورده رسانیده است. بنابراین دوستان بسیار خواهش میکنیم و التماس میکنیم زندگی این عائله را به درستین فهمید، به راستین فهمید و هر کمکی که در عرفه ماه شریف رمضان کردنید کمک خود را دریغ ندارید و انشاءالله باور داریم هر یک کمکی که شما به این عائله میکنید از جانب خداوند 10 برابر برمیگردد. آنهایی که خیرشون به درگاه الله قبول شد، دائما دعاگوی همون آدم که من دستگیری میکنن